اگه توی یک رابطه عاطفی هستی و نمیدونی که کیس عاطفیت احساسش نسبت به چیه، بلا تکلیفی اسمشو به زبون بیار، حتما دوبار بزن روی صفحه، لایک کن، برای من کامنت بذار تا این فال در رابطه با شما تحقق پیدا کنه. خب دوست عزیزی که توی حروف اسمیت الف میم نون ی ه وجود داره، میگه کیس عاطفیت یک سری مشکلات و موانعی داره ولی حسش بهت خوبه، دوستت داره. توی رابطت انگار که یه حالتی مثل کسی که وجود حسود و یا رقیب باشه دیده میشه. اگر متولد فصل خرداد و یا مرداد هستی، میگه این ارتباط به ازدواج قطعا ختم میشه. کیس عاطفی شما مدتیه که انگار یه سری مشکلاتی هست دورش که فکر میکنی بهت علاقه نداره و یا سرد شده، داره میگه